به نام خدا می‌بینیم که داشته باشیم قسمت ششم اگه اشتباه نکنم تحلیل تکنیکال مقدماتی. جایی که خاطرم است قسمت قبلی داشتیم در مورد نشانه‌های اتمام روند رو میگفتیم. این قسمت حالا ادامه نشانه‌های اتمام روند رو میخوایم بگیم. به مبحث پولبک اشاره میکنیم و تفاوتش با اصلاح، یعنی تفاوت پولبک و موج اصلاحی. یه گریزی هم میزنیم به پیوت پوینت ها که باید حالا اونا رو داشته باشید. خب امیدوارم تا اینجای کار تمریناتتون رو انجام داده باشید. حالا واسه زیاد فرق نمیکنه انجام داده باشید، از خودتون دارم میگم. تمرینات خوب انجام داده باشید، چون دیگه میگم دیگه اینا همشون مدد میبینید موضوعات ساده ایگن و همه چیش به تمرینه. اگه وقت اضافه آوردید و خواستید اهمیت تمرین رو درک کنید، برید فیلم پسر کارات کار، برید اونو ببینید. حالا کانسپت ذهنتون هم بذارید این میخواد در مورد تمرین توضیح بده، یعنی هرچی میگه اونجا در مورد تمرین باشه اهمیتش احتمالا بتونه خود کمکتون کنه. خب شروع میکنیم. آخر کار با این قلم ها رو سخت کنم بابا، کل ایزی دیگه. حالا بفهمم میخوام خط راست بکشم دیگه، این کارا چیه. اینجا اینم از اینجا میتونه داشته باشه. اینجا میشه حالا که اگه بخواد بدونیم مثلا ما در ادامه قراره چی کار کنیم. تو تحلیل تکنیکال مقدماتی آخر دوره که میرسیم، یعنی آخر آموزش که تمام میشه، شما میتونید ترید کنید. خب ترید هم که انجام میدید معمولا توی این نقاطه اصلا رو پاک کنه. تریدایی که انجام میدید معمولا روی منطقه هم که به جلسه قبلی هم یه توضیح دادم، منطقه اول همیلتونی و منطقه دوم همیلتونی، یا اینجا تریداتون، اینجا که فقط حالا منطقه اول همیلتونی داشت، یا دومین اصلاحی که میاد مثلا اگه روند اینجوری بسیم تو پایین بود اومد بالا اینجا، یا اینجا. معمولا تریداتون رو شما وارد میشید، یه درصدی میگیرید، یه درصد سود روزانه معقولی میگیرید. درصد خوبیه، تو دراز مدت عددش زیاد میشه با ریت بالا. فقط خوبیش مثبتی که داره اینه. داره دیگه اگه خواستم تکنیکال پیشرفته و اندیکاتور بیس درس بدم، خود دیگه دست خودتون دیگه، درصد از خودتون میذارید دیگه. اونجا باید ترس و طمع و امید و این چیزاتون رو باید هندل کنید. اونجا دیگه بحث چارت نیست. به نظرم ایزی باید این تمرین انجام بدید تا اونجا برسید، خیلی ایزی باید بتونید. من یکی از دوستام هست، حالا بعضی وقتا مسخره میکنه اینجوری میگه مثلا نظام خیلی ترید میکردم پشت سر هم دیگه، یعنی اینجوری بود چارت رو باز میکردم میگفتم ای چارت یه سل یا بایی میزدم. حالا اون قسمت برسیم تا اونا شما باید بتونید به روش ای چارت بزنید، زدید مثلا یه نیم ساعت، حالا سود روزانتون رو بگیرید و برید دنبال بقیه کاراتون و تمرین و جورنال نویسی و چک لیست و اینا. فقط به خاطر اینکه به اون نیم ساعت برسید یه تایمی باید بگذره که اونقدر تسلط داشته باشید که با اونی که 8 ساعت وقت میذاره توی آشیل نباشید. تفاوتش همین تمریناست، یعنی باید قشنگ ملک ذهنتون شه های لوها رو بمیرید، اندیکاتور رو با دیفالت مثلا تو چارت ببینید، حالا به اون قسمت برسید. خب اه، خب
گفتیم این قسمت میخوایم یه قسمت پولبک رو بذار بهتون توضیح بدم. تو پولبک یعنی ما دو تا تعریف شبیه به هم داریم، یکی پولبک یکی اصلاح. تفاوتشون چیه؟ الان میخوام تفاوتشون رو بهتون بگم. تفاوت پولبک و اصلاح تو اینه که تو همین چهار تالا بهتون توضیح میدم. تفاوت پولبک و اصلاح چیه؟ پولبک وقتی خط روندمون شکسته میشه، یعنی ما یه خط روندی داریم شکسته نمیشه. من حالا تو روند صعودی دارم مثال میزنم واسه اینکه تایم ویدیو بیشتر نشه، برعکسش میشه روند نزولی. کلا معمولا تعریف هایی که میکنیم، توضیحاتی که میدیم رو روند صعودی هم. برعکسش کنید میشه رو روند نزولی. یعنی تعریف ها فرق نمیکنه، فقط صعودی نزولی با هم دیگه فرق میکنه. وقتی یه خط روند شکسته میشه و قیمت یا همون چارت از جهت مخالف به سمت خط روند میاد و بهش برخورد میکنه، امکان داره حالا با یه مقداری حالا که بهش میگیم اپسیلون بالا پایین باشه، ولی به صورت چشمی ما این همه کار انجام دادیم، این همه تمرینات رو داشتیم انجام میدادیم که چارت رو نرمال ببینیم. تو این حالت هم باید بتونید چارت رو نرمال ببینید. یه مقدار کمی که حالا به اون مونده باشه یا از این قسمت بگذره بهش میگیم پول بک. یعنی چی؟ یعنی الان خط روند ما سعودیه رو داریم، این قسمت، این خط روند رو، خط روندی که آبی چیز کردم شلوغش نکنم چهار داریم. الان قیمت اینجا خط روند اونو شکونده و از پایین بهش، یعنی از جهت مخالف بهش ریاکشن داشته. به این میگیم پول بک. پول بک میتونه به خط روند باشه، میتونه به یه سطح حمایت مقاومت باشه و همیشه پول بک با یه شکست همراهه، برخلاف موج اصلاحی. برای مثال الان میخوام واسهتون مثلا اینو پاک کنم خورده راحت‌تر بتونید ببینید. برای مثال اینجا الان میخوام موج اصلاحی رو بگم. این الان یه موج اصلاحیه، یعنی اومده به خط روند خورده رفته بالا، اینجا نزدیک خط روند شده، اینجا نزدیک خط روند شده، اینجا نزدیک خط روند شده، اینجا نزدیک خط روند شده. این چون های بالاتر زده نمیشه بهش بگیم پول بک، چون های بالاتر زده. اگه اینجا های بالاتر نزده و از پایین به این برخورد میکرد و از همینجا میری، به این میگفتیم پول بک. ولی این حالت رو اصلا بهش پول بک نمیتونیم بگیم. پول بک همیشه با شکست همراهه. یعنی برای مثال تو همین قسمت اومده شکسته خط روندمون رو، از زیر بهش یه ریاکشن داده و حالا قیمت مسیرش رو رفته. تفاوت پول بک، یعنی مهمترین شاخصه پول بک و اصلاح، یکی اینکه هایلو بالاتر رو نزنن، مهمترینشون هم اینه که پول بک با شکست همراهه، اصلاح با شکست همراه نیست. یعنی اصلاح میخوره به خط روند میره دوباره بالا، دوباره میخوره به خط روند میره بالا. بخوام خیلی حالا یه خورده تخصصی تر بگم، پول بک پول بک یعنی خط روند زمانی که قیمتش برمیگرده اون خط رونده، تو حالا روند صعود دارم بهش واسش میشه یه مقاومت، ولی تو اصلاح خط رونده واسش میشه یه حمایت. اونجوری در نظر بگیرید احتمالاً این درکش خیلی راحت تره. خب یه خطوط، حالا اینم یه بار دیگه بهتون بگم چون حالا جلوتر میخوام ازش استفاده کنیم. خطوط ثابت دیستنس افقی، حالا قبلتر هم حالا توضیح دادم و اینا. تمام این هایولوها، تمام اینها میتونن خطوط ثابت دیستنس افقی باشن. اگه روی هم افتاده باشن، یعنی مثل اینجا که هایولو رو هم افتادن، این حالا اهمیتش بر ما بیشتره. منظورم این نیست که به این اهمیت بدیم به بقیهشون اهمیت ندیم، این اعتبارش بیشتره.
سقف و کف که رو هم باشن، توی خط صاف باشن. اگه یه خط اگه یه مقداری زاویه داشته باشن، میشه کدوم خط روند؟ همون کدوم ساپورت دیستنس؟ همون میشه کف سقف یا سقف کف، اگه یکم زاویه داشته باشن. ولی اگه نه، رو هم دیگه باشن، میشه همون ساپورت دیستنس افقی و اعتبار داره واسه ما. اما تمام های و لوها و مخصوصا های و لوها، حالا جلوتر ازشون زیاد استفاده میکنیم، های و لوهایی که به انتهای روندمون نزدیکتره، میتونن ساپورت رزिस्टنس باشن، نقاط حمایت و مقاومت باشه. چند تا نقاط حمایت و مقاومت داریم، چند تا نقاط حمایت مقاومت افقی داریم که بهشون پیوت پوینت میگیم. این پیوت پوینت ها یه بر اساس یه فرمولی، یعنی برعکس قبلیه که ما به صورت چشم اینا رو ساپورت رزिस्टنس افقی رو میکشیدیم، پیوت پوینت ها بر اساس یه فرمولی به دست میان. فرمول سختی نیست، کلا جمع و تفریق ضرب و تقسیمه. بر اساس اون فرمولا به دست میان که اونا هم یه نوع سطوح حمایت مقاومتن. پیوت پوینت ها، حالا بخوام اینو بهتون بگم، پیوت پوینت ها رو بخوام درکش واسهتون راحت تر کنم، جاهایی هن که قیمت از تغییر استقبال کنه. یعنی جایی هستن که قیمت از تغییر میتونه استقبال کنه، یعنی اونجا احتمالش هست که روند تغییر کنه، روند مثلا از صعودی به نزولی یا سایدوی تغییر کنه. یه حالت همون مثال دستاندازا که جلسات قبل گفتم، یه حالت همون دستاندازا رو دارم، با این تفاوت که ما دستاندازای قبلی رو داشتیم، خب اما این دستاندازا رو نداریم. چجوری میتونیم اینا رو مثال بزنیم؟ مثالش اینجوری که برای مثال تو پیوت پوینت میتونیم یه جاده رو در نظر بگیرید. مثلا همون مثال دستاندازا میخوام بزنم که راحت واسهتون جا بیفته. شما میاد جای دستانداز اول، جای دستانداز دوم، جای دستانداز سوم و به یه حالا مهندسی میدید با جاده و شیبش و همه اینجا. مهندس بر اساس اطلاعاتی که به شما بهش دادید میاد نتیجه میگیری که این قسمت میتونه یه دستانداز دیگه هم بذاری، یعنی جاده رو نده، دستانداز کشیده شده، اما میتونه در نظر بگیری که این قسمت ما میتونیم یه دستانداز دیگه هم داشته باشیم. یعنی بر اساس اطلاعات گذشته نتیجه گیری میکنه. اینجوری احتمالاً یه خود فهمش راحت تر بشه واسطون. خب پیوت ها که حالا بهتون گفتم چی هست، فقط یه فرمولا محاسبه شون. یه پیوت پوینت کلاسیک داریم که بخوام بهتون بگم، پیوت پوینت کلاسیک داریم که با حرف بزرگم بنویسمش. معمولا حالا تو انگلیسی اون چیزایی که مختصرن، یعنی پیوت پوینت الان با حروف بزرگ می‌نویسنش. پیوت پوینت کلاسیک چی میشه؟ میشه های به اضافه لو به اضافه کلوز. آره همین ستون. های به اضافه لو به اضافه کلوز تقسیم بر 3. این بهش میگن پیوت پوینت کلاسیک. یعنی ما سعی کنید از همین پیوت پوینت استفاده کنید. یه موضوع دیگه، این پیوت پوینت ها اندیکاتورش هست، یعنی فقط اینو دارم بهتون میگم که مثلا بهتون گفتم پیوت پوینت، نمونید مثلا بگید او چه چیز خفنی، چه تعریف خفنی، چه چیزی. یه چیز خیلی ساده است. معمولا هم جواب میدن. چرا؟ چون اکثرا دارن میبیننشون، یعنی اندیکاتور رو میندازی رو چارتت و اکثرا اون سطوح رو به عنوان یه حمایت مقاومت قبول دارن و چون همه دارن میبیننش، بخاطر این معمولا جواب میدن و هم دارن توی یه چیز ثابت رو همه دارن میبینن. اونجوری نیست که مثلا برای من فرق کنه برای شما متفاوت باشه. های لو کلوز تقسیم بر 3 مثلا برای پیوت پوینت های روزانه رو بخواید در بیارید،
برای دیروزشو مثلا یه دونه کندل رو در نظر بگیر، دیروز یه دونه کندل بوده، های و لو کلوزش رو به اضافه همدیگه میکنی، بعد تقسیم بر 3 میکنی، یه دونه خط بهتون میده، اون میشه پیوت پوینت اصلیمون. حالا پیوت پوینت اصلیمون هم دوباره با یه سری ضرب و تقسیم میتونیم حالا جاهاشو بالا پایین کنیم که بر اساس اونا هم یک سری ساپورت رزिस्टنس ها میده. یعنی پیوت پوینت اصلیمون که حالا اون نقطه ساپورت رزिस्टنس مهمترمونه، اعتبارش بیشتره، بعد یه سری ساپورت رزिस्टنس های لایه 1 لایه 2 لایه 3 میده که اونا اعتبارش به مراتب از این کمترن ولی از اونا هم استفاده میکنن. یعنی اونجوری نیست که اصلا اهمیت نداشته باشن، اهمیت بالایی هم دارن، ولی گفتم حالا بدونید این اصلا کلا چیه. خب یه دونه پیوت پوینت هست که من اینا رو سریع می‌نویسم اگه حضور ذهن داشته باشم. میشد OHLC، یعنی اوپن به اضافه کلوز به اضافه اوپن به اضافه های به اضافه کلوز به اضافه لو، تقسیم بر 4. این هم یه نقطه پیوت پوینتی به ما میده در این قسمت. پیوت پوینت بعدیمون اینجا تو این پیوت پوینت به اوپن اهمیت بیشتری میدیم، یعنی که مثلا های به اضافه لو به اضافه اوپن به اضافه اوپن. تو این حالت به اوپنمون اهمیت بیشتری میدیم. پیوت پوینت بعدیمون هم هست که میشه های. تو همهشون معمولا های و لو هست. چرا؟ چون تو های و لوها واسه ما، واسه همین هم هست که ما تو کلا تاکید خیلی زیادی رو های و لو داشتیم تا الان. های و لوها اهمیت خیلی زیادی دارن تو چارت ما، نسبت به بقیه اجزا اهمیت خیلی زیادی دارن های و لو، مخصوصا های و لوهای نرمال. این 4 تا پیوت پوینت دارن که ما کلا داریم سعی میکنیم اینجا از این حالت کلاسیک استفاده کنیم. یعنی الان وقتی پیوت پوینت می نویسیم، یعنی الان میخوام منطقه ثابت رزिस्टنس اول و دوم رو بهتون بگم بر اساس پیوت پوینت. شما اینو در نظر داشته باشید که ما وقتی داریم اینو میگیم الان کلا از پیوت پوینت کلاسیک داریم استفاده میکنیم، فعلش هم گذاشتم و بقیه پیوت پوینت ها فعلا کاری نداره، فقط اینا جهت اینه که شما بدونید که داریم چی کار میکنیم. خب حالا ساپورت رزिस्टنس ها دیگه پشت سر هم می نویسم که زیاد حالا وقتمون گرفته نشه. البته آر1 رو بنویسم بهتره. تو آر1 دو تا خب این میشه 2 تا پیوت پوینت منهای لو میشه، درسته منهای لو میشه 2 تا پیوت پوینت منهای لو. S1 هم دیگه همینه، فقط های لو ها با هم فرق میکنه. این فرمولش همینه، به جای های اونور معمولا لو قرار میدیم. یعنی میشه تو 2 تا پیوت پوینت منهای های. خب حالا S و R همون ساپورت رزिस्टنس، R یعنی رزिस्टنس مقاومت، S هم که یعنی ساپورت. یه چیزی من اینا رو دارم به صورت پایه‌ای میگم، یعنی مثلا این سری چیزا توضیح اضافه میدم به خاطر اینکه شاید یکی واقعا واسه سوال باشه، شما نباید اصلا ذهنتون بره سمت اینکه حالا S چیه R چیه برید سرچ کنید. اینا سعی میکنم اینا رو کامل بگم که نیاز به سرچ نباشه، یعنی تمرکزتون رو همین مطالب و تمرین کردن رو اون باشه. بعضی وقتا حالا زیادی این بارا رو توضیح میدم، من سعی میکنم مینیمم سطح رو در نظر بگیرم. خب رزिस्टنس 2 میشد پیوت پوینت
میشد پیوت پوینت به اضافه های منهای لو. اون یکی هم میشد پیوت منهای، آره، پیوت های منهای لو. من خیلی وقت ازشون استفاده نکردم، حالا بتونم گفتم چیز داریم کلا یه دونه یه اندیکاتور داریم رو چارت قرار میدیم، همه این پیوت پوینت رو میکشه، فقط به خاطر اینکه بدونید ابزاری که دارید باش کار میکنید چطوری کار میکنه، فقط اینا رو توضیح میدم. یعنی شما همون خاصیتشون رو بدونید که آقا تو این محوطه، تو این منطقه قیمت مثلا استقبال میکنه از تغییر، خوشش میاد از تغییر، همون واسهتون کفایت میکنه. با آر1 و آر2 کار کنید. آر3 هم داریم که آر3 میشه دو تا، یعنی یه دونه دو تا پی ضرب در دوش هم کنیم میشه همون آر2 و آر3، یعنی تو هم فرمول آر2 پیوت پوینت رو ضرب در دو کنیم میشه آر2 و آر3. خب این کلا مبحث پیوت پوینت ها بود. نمیخوام ما جلسات بیشتر از 20 دقیقه 20 خورده دقیقه طول بکشه، ولی کلا سعی میکنم خلاصه بگم، چون دیگه لازم نباشه اصلا یه ویدیو رو کامل ببینید وقتی یه موضوع کوچیک رو بخواید، بعد اینکه بتونید هم بهتر یا بیشتر تمرین کنید. این مطلبایی که تمرینیبله سعی میکنم جا بذارم توی ویدیو. برید پیوت پوینت ها رو پیدا کنید، از اندیکاتور بزنید پیوت پوینت، تو استور متا تریدر هم بذارید پیوت پوینت میاره انواع اقسامش رو، میتونید استفادهش کنید. برید پول بک ها رو، برید 100 مورد پول بک پیدا کنید، 100 مورد پیوت پوینت، بشینید رفتار قیمت رو تو اون ناحیه بررسی کنید واسه خودتون، یعنی حالت سمینار تور واسه خودتون سعی کنید تمرین کنید. برای مثال قیمت رسید اونجا، واسه خودتون توضیح بدید که آقا این به خاطر این قیمت رسید اینجا، حالا مطالب قبلی هم هست دیگه، مثلا اون پشتم یه دونه هایولو داشتیم که خودش حمایت مقاومت بود، یه دونه خط روند داشتیم که اونم شکست. میتونید اونجا کامل تمرینات رو انجام بدید.